پیر هرات، پیر انصار که جمله قشنگی داره، میگه خدا دو تا کعبه داره، یک کعبه از آب و گل است و سازنده او ابراهیم خلیل، اما یک کعبه از جان و دل است و سازنده او رب جلیل. اون کعبه بندگان دور او طواف میکنند، اما این کعبه خدا دور او طواف میکنه. این کعبه دله، این کعبه قلبه. طواف کننده این دل بندگان نیست، خود رب العزت و الجلال. اقبال دلان بحریست کو ساحل نورزد، نهنگ از هیبت موجش بلرزد. جهان دل جهان رنگ و بویست، در او پست و بلند و کاه و کونیست. زمین و آسمان چارسونیست، در این عالم دل به جز الله